أوحى به الدنيا المرتل وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران و خواهران عزیز و ارجمندم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که با تغییر وقت برنامه شما انشالله در جریان بودین. امشب برنامه زنده ما از یک شنبه به جمعه تغییر کرد. امیدوار هستم که برنامه های بعدی را مثل سابق در همو وقتهای تکراریش شما انشالله مشاهده خواهید کرد. بایی که در وقت تغییر آمد، ما هم خواستم یک نوآوری در بین برنامه ها داشته باشیم. مسئولیت های ما را که همیشه سرش صحبت می کردیم، از داخل فامیل، در اجتماع، مسئولیت های پدر و مادر، مسئولیت های اولادا، از پسرها، از دخترها، از همگی مختصرا چیزهایی با هم صحبت کردیم. امیدوار هستم که از اونها استفاده شده بتونه و یا استفاده شده باشه. اونها را انشاءالله باز دوباره دوام میتیم. چیزهای ناگفتنی مانده در این برنامه میخوایم با شما عزیزا در بیان بعضی از داستان ها که در او عبرت است، درس است، استفاده بکنیم. ما یک داستان را خدمت شما بیان میکنم یا در دنبالش اگر داستان دیگه هم بود، بعد از او با شما مذاکره میکنیم. تلفن ها را باز میگذاریم. شما هم از این داستان چی برداشت کردین؟ این داستان بر ما چی میخواست بگویه؟ درس داشت، یک تفریح بود یا یک عبرت داشت، یک پند بود؟ که ما هم نظر شما را و برداشت های شما را هم میخواییم که داشته باشیم با خود ما و از این برنامه ها انشالله استفاده دو طرفه بکنیم. شما هم در این برنامه ها شریک باشین. امیدوار هستم که این یک تجربه بکنیم. تمنا میکنم موفق باشه این برنامه ما که با هم مشترکاً، هم بیننده و هم ما گوینده با شما با هم برنامه را پیش ببریم. ما آغاز برنامه را با باورهایی که به الله داریم، عقیده ما، الله عزوجل، الله مهربان، اللهی که ما شما را آفرید، تمام نعمت ها را در اختیار ما گذاشت، دنیا را برای ما جای امتحان قرار داد، آخرت که اگر در این امتحان موفق شویم جای استراحت ما، جای تفریح ما، جایی که در اوجا اصلا دیگه جگرخونی نباشه، غم و اندوه نباشه که نیست. در اوجا هر چیزی که هست در همین دنیا هست. ما بتونیم که زندگی پرسعادت خود ما را در دنیا با گوش دادن به فرامین الله، عملی کردن به دستورات الله عزیز، زندگی با سعادت ما را در دنیا هم داشته باشیم و من حیث یک گذرگاه از این دنیا که عبور میکنیم به دیاری که همیشه باقی است، آخر نداره. دنیا که فانی هست آخر داره و ما و شما هم علائمی که هر روز یکی پشت دیگر متوجه میشیم مثل که دنیا رو به پایان باشه. علائم قیامت و علائم آخر این دنیا را هر روز ما
و چشمان سر ما مشاهده میکنیم. بنابراین برای رفتن به دیار آخرت که ان شاء الله از جمله بنده های خوب الله باشیم، اللهی که ما را راه نشان داد، برای سعادت ما، برای خوشبختی و فلاح ما راهنمایی ما کرد، کتاب ها فرستاد، پیامبران فرستاد، خودش هم راضی نیست که ما گمراه باشیم. الله خوشحال میشه که بنده ها به فرمان الله باشن، به سعادت خود قدم بگذارن. به این خاطر امیدوار هستم که ما در جمله همون بنده های خوب الله از این دنیا بریم و در آغوش رحمتش، در بهشتی که بر ما آراسته کرده، در او بر ما جای ریزرو کرده باشه، جای بر ما شما نگاه کرده باشه الله عزیز، که در اوجا بریم با هم و الله عزیز آخرین تحفه که دیدار مبارکش است نصیب ما بکنه. حال با باور کردن ما به امو الله مهربان، به الله عز و جل، یک داستان کوتاه را خدمت شما عزیزا بیان میکنم که یک مرد حبشی از اهل حبشه است، پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید و میگه که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، ما بسیار گناه کردیم، آیا خدا مرا خواهد بخشید؟ پیامبر عزیز، پیامبر رحمت میگن بله بله، وقتی انسان توبه بکنه الله میبخشه، الله بخشنده است. فرق میکنه هر گناهی که باشه، کافی است که انسان نادم باشه، پشیمانی بکنه، عذرخواهی بکنه و به اللهش سر عاجزیش پایان کنه. بعد مرد حبشی میگه که یا رسول الله، ما او گناهایی را که انجام دادیم الله مرا دیده؟ پیامبر عزیز میگن بله بله، الله میبینه انسان ها را، در خفا و در آشکارا، در هر جا الله انسان میبینه. وقتی مرد حبشی این جواب از رسول الله میگیره، فریاد میکنه و جانش از بدنش، روحش از بدنش خارج میشه و جان به جان آفرین تسلیم میکنه. سبحان الله. یعنی این مرد خجالت میکشه که ما اون گناهایی را کردیم الله دیده او را. سبحان الله. ما انسان ها وقتی شیطان وسوسه میکنه، وقتی از حد ما را میگذرانه، او حریمی را که الله برای ما خطکشی کرده بود که پایتان از این بیرون نشوه، ما وقتی میریم یک بار اگر راستی متوجه شویم که الله که میبینه ما را، چطور این کار ما انجام میدم؟ در اینجا این مرد سخت شوک میبینه، مثل که بگویم زاره کفک میشه که مرا دیده الله. و ما من حیث انسان وقتی یک کار خلاف میکنیم، کوشش میکنیم کسی نبینیم ما، ولی این خلاف خیلی خلاف غیر از عقیدتی و غیر از مسائل دینی باشه. در دنیا هم مثلا از یک چراغ سرخ ترافیکی وقتی انسان میگذره میترسه، یعنی بسیار به جرأت تیر نمیشه از او. وقتی به جرأت تیر میشه که پلیس نباشه، کسی رو نبینه، کامera نباشه که عکسش بگیره. بنان در انسان همینطور یک فطرت هست که او را مانع از گناهش میشه، الا این فطرت تغییر بده، این فطرت خراب کنه انسان. در اینجا وقتی انسان گناه میکنه که کسی نبینه، ولی همین انسان به مقام میرسه، به جایگاه میرسه که از بس گناه میکنه، از بس عصیان میکنه، باز دیگه باکی نداره برش که آشکارا باشه یا در خفا باشه. حالا من از شما عزیزا هم در این مورد میخوایم صحبت بشنوم، حرفای شما را بشنوم که شما بالای خودتان اگر بعضی چیزای شده باشه که آیا وقت مرتکب یک خطایی شدین، مرتکب یک مشکل شدین، شما دوباره متوجه شدین که این خطایی که شده کیها ایره دیده؟ آیا تکان خوردین شما؟
و یا تو چیزی شنیدین کسی برای شما حکایه خود کرده باشه؟ مثل که ما میبینیم در حدیث که پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم میگن که در روز قیامت الله عزیز یک گروه از امت مرا پر و بال برشان میده که اینا به طرف بهشت پرواز کنن برن. سبحان الله. چی سعادت باشه که یکی از امتان پیامبر عزیز ما صلی الله علیه وسلم به او مقام رسیده باشه که الله عزیز در روز قیامت پر و بال برش بتن که ای پرواز بکنه به طرف بهشت. وقتی ملک میبینه این گروه از امت رسول الله که پرواز کردن طرف بهشت میرن، تعجب میکنن، پرسان میکنن که هی آیا شما از سوال و جواب و از پل صراط و از حساب دادن چطور گذشتین رفتین؟ آیا حساب دادین؟ این بنده های نازنین الله میگن که یا ملک ما از همگیش گذشتیم. بعد با تعجب ملائک پرسان میکنن که ای امت رسول الله صلی الله علیه وسلم شما چی کاره بودین؟ چی کارا کردین شما؟ چی صفتا شما داشتین؟ چی عمل انجام دادین که خداوند به شما چنان یک مقام عنایت فرموده؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگن که این امتای ما، این کسایی که پر و بال کشیده بودن طرف بهشت میرفتن، اینا میگن برای فرشته که ما در زندگی ما در دنیا دو خصلت داشتیم. ما یک خصلت ما ای بود که از الله در خفا هم شرم میکردیم که گناهی انجام بدیم، کار انجام بدیم که الله ناراض شود. در خفا شرم میکردیم که الله که میبینه ما را، دیگران نمیبینه ولی الله میبینه، میشرمیدیم این کار انجام نمیدادیم. و دومی که الله به ما هر چیزی که عنایت میفرمود، روزی رزقی که برای ما خدای عزوجل الله متعال الله رزاق بر ما رزق حواله میکرد، قانع بودیم. این دو خصلت ما داشتیم. در خفا شرم میکردیم از الله و به رزقی که بر ما عنایت کرده بود قانع میشدیم، شکوی نداشتیم. این دو تا خصلت داشتیم که امروز الله عزیز ما را پر و بال عنایت کرد که بدون سوال و جواب ندیدیم پل صراط، همینطور پرواز کردیم بر ما الله عزیز طرف بهشت ما را روان کرد. سبحان الله. شما عزیزای ما، خواهر ما، برادر ما، جوان ها، شما این دو تا خصلت داشته باشین. تمنا کنیم خدایا در جمله همون گروه از امت رسول الله باشیم که الله نسبت به دو تا صفت، یعنی از الله باید انسان شرم کرد. وقتی ما همین دانستیم که الله ما را میبینه، چطور جرأت میکنه او بندی که الله دوست داشته باشه کاری بکنه که الله ناراض شود؟ به این ترتیب ما میبینیم که او اللهی که ناظر و شاهد ما هست، مراقب ما هست، در کمین هست. غیر از اینکه ملائک ثبت میکنن، ضبط میکنن، مینویسن که نوشته ها برای امور روز مبادا هست که انسان نگویه که من نکردم، ولی الله که میبینه. برای از اینکه انسان نگویه که کو شاهده که من این کار کرده باشم، الله ملائکه معصف کرد. حال ما میبینیم که واقعیتش او مرد حبشی که گناه کرده بود ولی متوجه نبود که خدا او را میبینه، الله میبینیش. وقتی آگاه شد او کار کرده بود، خیلی برش گرنگ تمام شد، دیگه طاقت نداشت، دیگه سر بلند کردن نمیتونست، چشم نداشت که دیگه چیزها را ببینه. مثل که الله امانت از پیشش گرفت. ما ببینیم چیزهای در زندگی رخ میده. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما، پسر عمر عادل رضی الله عنه، حضرت عبدالله میگن من یک چوپان را دیدم، یک غلام
گوسفندا رو میچرانید. رفتم پیشش گفتم که از این گوسفندا یکیش برای ما بفروش. چوپان گفت که اینا از من نیست، من فقط چوپان هستم، مالک از این بادار ما است که گوسفندار ما آوردیم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگن که برای اینکه امتحان کرده باشم خدا ترسی ازیره یا امانت داری ازیره، گفتم که حالا خب بادارت نیست، صاحب گوسفندا که نیست اینجا پیش دکتر ببینه، خب میشه بگویی که گرگ خورد؟ چوپان خنده میکنه میگه یا مرد مگر الله نیست؟ سبحان الله. اینا درک کرده بودن، اینا در او درس هایی که پیامبر عزیز ما برشان میداد اینا شیشته بودن، گوش کرده بودن، الله شناخته بودن. اگر صاحب مال نیست الله که هست، من چطور جرأت میکنم بدون اجازه صاحبش و او رو برش بهانه کنم که گرگ خورد؟ شاید او صاحبش باور میکنه گرگ خورد، ولی الله چطور کنم؟ آیت شریفه میخوانه که وما الله بغافل عما تعملون. سبحان الله، الله غافل نیست چیزی که ما انجام میدیم. هر کاری که ما انجام میدیم الله شاهدش است، الله ناظر است. بنابراین ما امیدوار هستم که شما هم تلفن کنین ها، تلفن ها باز باشه انشاءالله، شما تماس بگیرین و صحبت های خودتانم با ما شریک کنین. در شام اطفال بین هم صحبت میکردن، یکی از بزرگوارا حکایت میکنه، میگه که ما دیدم بچه ها را که با یک دیگرشان افتخار میکردن، یک چیزی را بیان میکردن، میگفتن ما بهتر از شما هستم، افتخار میکنم. یکیش میگفت که من افتخار میکنم که الله رب من هست. سبحان الله. طفل کوچک برای بازیچه و برای چیزهای لباسش، چیزهایی که در اختیارش بود به اونا توجه نداشت. میگفت من افتخار میکنم که الله پروردگار من هست. او پسر بعدیش میگفت که من افتخار میکنم که دین ما اسلام است، من مشرف به یک دین هستم که او اسلام است، افتخار میکنم. طفل دیگه میگفت که من افتخار میکنم که پیامبر من محمد است صلی الله علیه وسلم. یکی با تلاوت قرآن افتخار میکرد که من کتاب دارم که قرآن است، یکی میگفت من قرآن حفظ کردیم افتخار میکنم. به این داشته هایشان افتخار میکردن. خوشا به حال اولادای ما، خوشا به حال اون جوانهایی که سر این چیزا افتخار کنن. بسیار چیزایی هست در دنیا که انسان به اونا افتخار میکنه، ولی چیزهایی نباشه که اونا چیزهای فانی باشن، چیزهایی باشن که از بین میرن، دیگه بالای از او افتخار کردن جای نداره، بیهوده سر از او افتخار شده. ما چیزی را که باید افتخار کنیم او چیز همیشگی باشه، همیشه سرش افتخار کنیم. ما امیدوار هستم برادر عزیز یا خواهر عزیزی که در عقب تلفن است در همین رابطه صحبت بکنن. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. خیر عزیز بفرمایید، بفرمایید، صدای شما شنیده میشه. خوب هستین؟ الحمدلله الحمدلله. شما هم خوب هستین؟ فامیل هم خوب هستن؟ احمد رحمت ما دوشنبه زنگ میزنیم، ما دلارم هستم. خداوند شما را حفظ بکنه خواهرم، بفرمایید شما. احمد یک سوال داشت، من بیرون از برنامه شما یعنی قویدی برنامه شما نیست، ما از برنامه شما خیلی لذت میبریم. سوال ما شخصا با شما بود درباره من خود حضرت یک خواهر ما با حج هستم
کس شوهر ندارم و اما به نهایت میخواستم که این سفر رو خودشان به پناهی روند و بله خودشان دختر رفتشتن و خودمون گفتن که در دو ملوکی باید که بایدون محرم رفتشتن اما از بس که مبلغش کمتر از محرم دارد اما مبلغش نمیرسد و مثل ما که از امام ابو حنیفه نگاه میکنیم بله از این خطیر میخواستم دانستم های کدام درجه قبول میشود یا نمیشود و در حج دارد ثواب هم اگر بازیدتر و روشنتر شما بفهمودید که نهایت میشود خواهش من افضل میکنم. بسیار خوب. ما یادداشت کردم خواهر عزیز. دیگر چیزی گفتنی نیستین؟ در مورد خود برنامه ما شنیدین برنامه را؟ بله خوش. این برنامه‌تون برنامه‌های خوب هستند و ما هم هر هفته انتظار می‌کشیم و منتظر می‌شویم برنامه شما رو دوست داریم. خداوند حفظتان کنه، در پناه الله باشین. بسیار تشکر خواهر عزیز. ما یادداشت کردم، ان شاء الله برای نوبتش برای شما جواب میدم. با نگهبان خدا هست. بسیار تشکر. خدا حافظ شما. السلام علیکم و رحمت الله. ما گرچه صحبت‌های ما غیر از این بود، مسئله سوال فقهی شد، انشالله ببینیم فرصت بیافیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. سلام علیکم عیسی محترم، من صادق هستم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستین صادق جان؟ بفرمایید. زنده باشید. بسیار یک پروگرام مقبول، بسیار خوب چیزا پیش دست گرفتین، مرا به یاد از این انداختین. براتون بگویم در وقت کمونیستا در زندان پل چرخی وقتی که کسایی را به کشتارگاه می بردن به شهادت می رساندن، بازکی به دیگه می گفتن کاش که امروز این افتخار به من می رسید که برای الله قربانی می شد. سبحان الله سبحان الله. متوجه هستین؟ هر کدامش سال 30 سال عمر داشتن. سبحان الله. می گفت کاش که هی برای من امروز می رسید که من در ایران می رفتم. امروز افتخار ما سر موتر و خانه و دستی و بوت لکس است. راست راستی بسیار تأثیر کننده است. اما اگر شما زیادتر در این باره روشنی بردین، بسیار چیز خوب سر دست گرفتین. واقعا که افتخار یک مسلمان باید بفهمادم که چی است افتخار آدم. شما را خدا خیر بده. بسیار گپ مهم را زدین. یکی از افتخارات همین شهادت بوده واقعیتش. بله و میلیون ها انسان به ایران افتخار کردن که رفتن. الحمدلله. تشکر از پروگرامتان. بسیار تشکر صادق جان، لطف کردین، محبت کردین. واقعا برادر عزیز ما چقدر یک مطلب زیبایی را اشاره کرد. در روز زندان ها همیال هم در زندان هایی که مسلمان ها به جرم مسلمان بودن زندانی هستند. مرا صحبت برادر عزیز من به یک چیز دیگه به یاد من آمد که برادر می گفت که ما وقتی در داخل افغانستان، روزها در داخل افغانستان بودن، تجاوزگرا اوجه با یاری و کمونستایی که همراهشان در یک کاسه و دیگ سر و کار داشتن، ما مبارزه میکردیم در داخل. بعض شبنامه ها پخش میکردیم، خوشحال بودیم که یک کار میکنیم. باز وقتی با بین خود میشدیم میگفتیم الحمدلله ما جوانا یعنی ببینیم در میدان مبارزه هستیم. باز یکی از دوستا میگفت که جوانها در کوه ها هستن. منظور از او برادری بود که یعنی ما شما که قلم و کاغذ مبارزه میکنیم، اونها رو ببین که جانش سپر کرده، از سر خود تیر شده، افتخار میکردن که کاش که ما هم در کوه ها باشیم. میگه روزگار قضا همونطور شد که ما هم رفتم در کوه بالا شدم، افتخار میکردم که الحمدلله. در وجه با مجاهدین وقت سر و کارم شد و اونا میگفتم که ما در شهر اینطور میگفتیم، باز اونا میگفتن جوانا خود در کوه هستن. الحمدلله این ما در کوه آمدم. او جوانهایی که در کوه بودن مجاهدین میگه به ما میگفتن که نه مجاهدین در زندان هستن، جوانا در زندان هستن. او زندان افتخارشان بود.
قضا میگه ما هم دست روزگار قسم شد که ما زندانی شدیم. وقتی که زندان رفتم افتخار میکردم که الحمدلله اون جوانایی که در کوه ها میگفتن آلین ما زندان رفتیم. یا وقتی که در زندان آمدم یک در برش همی گپ یاد میکردم که الحمدلله امروز من افتخار میکنم که در زندان هستم. جوانا در زندان هستن میگفتن، زندانیا میگفتن یا رب این چی است که تو افتخار میکنی؟ جوان ها زیر خاک هستن. سبحان الله، سبحان الله. واقعا او خاطره ها ماند. اگر در روی بازار و خیابان ها با قلم و با ورق و با شعارهایشان مبارزه کردن به خاطر اسلام، و اونایی که در کوه ها مبارزه کردن، و اونایی که در زندان ها رفتن، و اونایی هم که زیر خاک ها شدن، اینا جاودان ماندن. اینا پیش الله درد شد. سبحان الله، سبحان الله. بله بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام برادر عزیزم، بفرمایید. من خواستم در مورد اینی که مانا هم افتخارات مایسته است و فراموشی سپردن متاسفانه. یک کم بلند صحبت کنین، صدایتان قطع وصل میشه برادر عزیزم. در یک جای برین که صدایتان درست‌تر بیایه. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. این حالا خوب شد، بفرمایید. میخواستم در این مورد افتخارات که مانا متاسفانه افتخارات اصلی خود با جای ماندن و طرف دیگر چیزها رفتن، چیزهای مشنو صدایتان صحبت کنین. شما مستقیم صحبت کنین، از تلویزیون گوش نکنین. چیزهای اصلی را گذاشتن و طرف چیزهای ناحق رفتن. میخواستم یک فرد را بگویم. ما در سلام و امنا خلف شدیم، در قطع سال آی بی آلفه ما خلف شدیم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم شما ماشاءالله مطلب خوب دیگر اشاره کردین. همی دنیای فانی هست، همی وسوسه های نفس از شیطان، از شهوات هست. انسان از او افتخاراتش به کجراه میبرد. و افتخارات نگاه کرده نمیتونه انسان. اگر ضعیف بود، اگر دنیا پرست شد، اگری که یادش رفت، اما مطلب اول است که خدایی را که الله را که شاهد حالش است، او را وقتی فراموش کرد و افتخارات خود به خود از دستش میره. متاسفانه یک ده کردن این کارا را، یک ده کردن. ولی ایرم نگفته نمانیم که هستن کسایی که افتخارات خود نگاه کردن. هنوزم افتخار میکنن که به خاطر اسلام نفس میکشن، به خاطر اسلام چند صباحی را سپری میکنن. اگر در دیار هجرت هستن، اگر در کوه هستن، اگر در زندان هستن، اینا را الحمدلله اینا هنوزم نگاه کرده تانستن. تمنا میکنیم که ما هم در جمله همون کسایی باشیم که افتخارات ما را نگاه کرده بتونیم. مطلب بسیار مهم را شما برادر عزیزم اشاره کردیم. تمنا کنیم خدایا او زحمات را که کشیده شده به یک بهای اندک از دست ندیم. ما مثل که به یک میان برنامه نزدیک شدیم، میریم یک استراحت میکنیم، پس دوباره انشاءالله صحبت های ما را دوام میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تنمه فقد أضعت وتعلم إنما الدنيا منام فأحلى ما تكون إذا انتبهت هي الدنيا إذا سرتك يوما تسوك ضعف ما فيها سهرت تحدث عنهم وتقول كانوا نعم كانوا كما
حديثك هم وأنت غدا حديث لغيرهم فأحسن ما استطعت. سل الأيام عن عم وخال وما لك والسؤال وقد علمت. ألست ترى ديارهم خواء فقد أنكرت منها ما عرفت. فقد أنكرت منها ما عرفت. بسم الله الرحمن الرحیم و سلام مجدد. خداوند در پناه خود همه ما و شما را داشته باشه. یک کودک دانا یک روز پیش یکی از اولیاء الله که در زمانشان عالم معروف بودن، مرجعی بودن که از اونها مردم درس میگرفت، از اونها مردم نصیحت میشنوید، که امام حسن بصری رضی الله عنه هستن. این کودک دانا میایه به اینا یک چیزی میگه. اونا که به احترام وقت بزرگار یاد میکردن کنیه‌شانه یا لقبشانه ابا سعد، کنیه یا لقب حضرت حسن بصری است رحمت الله علیه. میگه که یا ابو سعد، به مردمایی که در اطراف تو جمع هستن به اینا مغرور نشو. با یک سخنران بسیار زبردستی بودن، بسیار سخنای شیوا و دلنشین داشتن. گفت که به این شیوایی سخنایتان فریفته نشو. از خداوندی که از هر کس به تو نزدیکتر است از او بترس، از او حیا کو. سبحان الله. یک پسر چی میخواه بگوید؟ برابر یک عالم بسیار معزز قرار گرفته و این حرفا را برش میزنه، نصیحت میکنه. چی جامعه است، چی یک اجتماع جور شده. شاید در دل طفل در یا یک چیز دیده در شیخ، حال یک چیز میخواه یا این چیز ندیده، میخواه یک نصیحت کنه، میخواه یک گپ بزنه. میگه که از این مردمایی که دور اونا بسیار مردم جمع بودن. یعنی تو فکر نکنی که دور تو یک تربیر و بار است تو مغرور شوی که تو یک صاحب کمال و جا و جلال هستی که مردم در دور تو جمع هستن. و این سخنایی که بسیار شیوا هست، گیرنده هست، جذاب است که تو سخنرانی میکنی، چقدر مردم آشفته شیدای صحبت‌های تو میشن یا گرویدی صداهای تو سخنرانی های تو میشن. اینم تو را مغرور نسازه. از الله بترس، از الله شرم کن. سبحان الله. اللهی که بر تو توانا هست، اللهی که قادر است هر چیز کرده میتونه. این مثل که متوجه قدرت الله میسازه، توانایی الله میسازه. نشه که مردم از دورت پراگنده شون، کار نکنی یا یک چیزی نشوه که سخنانتان بی اثر شوه. در اینجا وقت حسن بصری رحمت الله علیه که پای پسرم میشنوه سخت گریه میکنه. یا الله، این پسر مرا متوجه چی میسازه؟ سبحان الله. دنبال ازی یک پسر دیگه است که پدر خود نصیحت میکنه، پدری که یعنی عالم دوران است، ولی خدا هست، یک توتی شرافت و اخلاق و تقوا و پرهیزگاری هستند. امام مالک ابن دینار رحمت الله علیه، پسرش هنوز 4 ساله است، دیگه برش میگه که پدر، ظاهرت برای مردم آراسته است، بسیار ظاهر خوب داری، آراسته هستی، بسیار لباس و شکل ظاهر مقبول داری، برای مردم بسیار پسندیده هست. باطنت برای الله بیارا. سبحان الله. الله که قلب انسان میبینه، الله که درون انسان میبینه، عمل انسان میبینه.
الله میگه به شکل ظاهرتون و چیزایی که برای دیگران مطرح هست برای از اونها مهم است، من دیگه چیز میبینم. این پسر 4 ساله پدرش میگه که پدر ظاهر تو که مردم ها را جلب و جذب میکنه، باطنت برای الله آراسته بساز. و تو در روی زمین میگه معروف و مشهور هستی، کار بکن در بین افراد آسمان ها معروف شوی. سبحان الله. تو را ملائک تعریف کنن، پیش از اونها شهرت خوب داشته باشی. اینا یعنی طبعا پدر مهربان و پدر پرهیزگار خدا ترسی که در اون خانه هست، اولادها چی رقم تربیت کردن اینا؟ اولاد و دیگه چیزا متوجه است، فکر میکنن. پدرش هشدار میده که پدر متوجه باشه که یه اشتباه نری یکسونه دیگه. مثل که برادر عزیز ما گفت که افتخارها از بست ما نروه. او پسر بیگانه از عالمی را مخاطب قرار داد، حضرت امام حسن بصری را. این پسر خودش امام مالک ابن دینار را، پسرش 4 ساله است. ای پدر میگن. مردم میبینن شکل ظاهری انسان هست، صحبت های ما را میشنون، قوارای شاید حق بجانب داشته باشیم، میبینن مردم ها اینا بر اینا آراسته است. اما الله، آیا الله هم این چیز ما را میپسنده یا نه؟ که ما باید برای الله خود ما را آراسته داشته باشیم. الله که بازی داره، مردم ها میتونیم در چشمش خاک بزنیم، نام ما مجاهد باشن، نام ما مسلمان باشن، نام ما شیخ باشن، نام ما یک آدم بسیار امانتکار و فلان و فلان، ولی در عقب ما او صفتا را نداشته باشیم، در باطن او چیزا در ما نباشه. این بدبختی ماست. او وقتی چیزهای ظاهری که از بین میره، مردم هم از دور ما دور میشن. نشه روزی که همه چیزا برملا شد و افشا شد، در همین دنیا بسیار کسا افشا میشن. چقدر کسا افشا شد. عالم میدانستیم، بسیار کسا به خاطر خدا اینا جهاد کردن، به خاطر خدا اینا مبارزه کردن، فلان فلان، ولی یک وقت یک چیز رخ داد که بسیار کسا افشا شدن در اون مسیری که مردم فکر میکرد، گمان میکرد مردم نبودن. در یکی از حکایه ها میخوانیم که کسی میگفت که ما شنیدیم که امام ابو حنیفه با وضوی نماز خفتن نماز بامداد میخواند، یعنی شب زنده‌داری میکرد. امام میگن وقتی من این حرف شنیدم حیران شدم که خدایا مردم از ما البته همونطور میخواین که ما همونطور باشیم. کوشش میکردم که من سحرخیزیم دوام بکنم، زیاد سحرخیز باشم. بعض وقتا بعض بزرگا هستن یک کسی توصیفش میکنه، نکو میگیره پیش خدا همون چیزی که در حق ما فکر میکنی خدا ما را همونطور بسازه. اگر شما یک کسی را آدم خوب فکر میکنید و او آدم خوب نباشه، همو باید خودش خجالت بکشه و خود حال خوب کنه دیگر. این برش یک جرقی باشه که مردم از من تو انتظار دارن، ما باید خوب باشم، پس من باید خوب آدم باشم. اگر مردم مرا امانتکار فکر میکنن و من امانتهایشون رو میسپارن، من باید امانتدار باشم. ما واقعیتش که در وقت زندگی میکنیم بسیار چیزا شکل ظاهریش آراسته است، تشخیص کردن دشوار شده. بعض وقتا در همون عمل انسان هم اخلاص اگر نباشه، صداقت نباشه، او عملش هم بالاخره به ضررش تمام میشه، بالاخره افشا میشه. در یک داستان
یک پادشاه یک روز 3 وزیر خود میخواه و برشان میگه که من برای شما یک وظیفه میسپارم. شما 3 دانه خریطه یا 3 دانه پاکت یا یک کیس بگوییم یا یک کیسه ایره شما بگیرین، برین در باغ سلطنتی یا در باغ شاهی برین، بهترین میوه ها را، بهترین چیزایی که در اون باغ پیدا میشه برای خوردن همونا را جمع کنین بیارین. از هیچ کس هم کمک نگیرین، به هیچ کس هم این کار نتین، خودتان شخصا با دستای خودتان این کار میکنین. خریطه ها را برشان سپردن و اینا را وظیفه داد پادشاه که شما میرین از این باغ سلطنتی یا از باغ شاهی همین چیزهای بهترین ها را جمع میکنین میارین. 3 وزیرم تعجب کرد که پادشاه عجب وظیفه داد بر ما. گرفتن. یکی از وزیرها که میخواست که رضایت پادشاه را به دست بیاره، رفت خریطه خود گرفت و داخل باغ شد و اما بهترین میوه ها و بهترین چیزهایی را که میافت جمع میکرد در خریطه خود تا که خریطه را پر کرد. وزیر دومی رفت پیش خود فکر کرد که پادشاه خیلی نمیخوره، پادشاه خب برش چیزهای مقبول و بهترین ها را خدمتگارا هستن برش میبرن، این بار یک امتحان کرده یک وظیفه سپرده، دیگه اینطور توجه نکرد که هم خوبترین ها را جمع کنه، خوب و خراب منتها خلطه را پر کرد. وزیر سومی ای گفت که پادشاه اصلا سنزی سیلم نمیکنه که چی هستی، یک گپ زدم ما را که برین پر کنین. ای گرفتم این چیزی که علف و گیاه بود، چیزایی که هیچ به درد نمیخورد، اینا رو مدا خریطه را پر کرد. کارشان که تمام شد آمدن هر 3 وزیر 3 دانه خریطه را با خودشان آوردن و به حضور پادشاه خبر دادن که وزیرها وظیفهشان را تکمیل کردن. پادشاه هر 3 وزیر خواست کارتون انجام داد، گفت بله. خریطه ها پر شد. چند نفر از موظفین حاضر باشا را صدا کرد، گفت که هر 3 از اینا رو میرین بندی میکنیم تا که من نگفتیم در زندان باشن. هر 3شون که این خریطه هایشون چیزایی که جمع کردن جدا در اتاقهای جدا اینا رو بندی کنیم. حال شما فکر کنین که اینا چیکار کردن. یکی که به خاطر رضایت پادشاه بهترین چیزا رو در خریطه جمع کرد و او دیگه‌ش هم که گفت میبینه نمیبینه، خب جمع کرد چیزایی رو که سرسری هر چیز دو انداخت، تنبلی کرد که میرفت درست چیزها رو به اخلاص جمع میکرد. وظیفه سپرده شده بود برش. او دیگه که اصلا به وظیفه اهمیت نداد، پادشاه چی کار میکنه نمیبینه اصلا، گرفت گیاهای عرضه و علف پر کرد. خب حال اینا را نتیجه کارشان خودشان باید بگیرن. شما فکر کنین که 3 نفر با او خریطه هایشان در اتاقهای زندان تنها هستن هر 3شان و اینا آب نان و چیزا برشان دیگه نیست، اونم چیزایی که هست همون ساعت خود تیر میکنن. چقدر درس بزرگی هستی. که ما وقتی به ما یک کار سپرده میشه در او کار چیکار کنیم، چه رقم برخورد داشته باشیم با این کار. آیا مثل وزیر اولی؟ آله بالاتر از این ما پیش اللهی که شاهد و ناظر ما هست، اللهی که ذره خیر و شر حساب میکنه. به مسئولیتی کرده باشیم، اهمال کرده باشیم در مسئولیت ما را آگاهانه انجام داده باشیم، درک کرده باشیم که به ما وظیفه سپرده، مسئولیت دارم. ما ببینیم وظیفه خود ما را، اگر پسر است، اگر دختر است، اگر پدر است، اگر مادر است، اگر مأمور است، اگر آمر است، هر کسی که هست، یک دفعه در همین جای 3 تا وزیر خودش قرار بده و نتیجه بگیره که به دستش چی آمد از این کار. این که نتیجه دنیاییش است. اگر این پادشاه کار دیگه میکرد، میامد تفتیش میکرد، بازم شاید این دفعه بسیار سریع به اینا پاداش میداد، خوب یا خراب. او که علفا رو جمع کرده بود چی کار میشد در حقش، او که در وسط بود و او که
ممتاز شده بود. بنابراین ما ببینیم که در این داستان چی نهفته است. ما از این باید یک درس خوب بگیریم. سر و سامان بتیم کار خود ما را، غم خود ما را بخوریم. وقتی شما در یک اداره کار میکنین، معاش میگیرین، همون معاش خو حلال شوه. این صرف نظر از این کلمه منظورم دهی باشه که شما برین در هر اداری کار بکنین، او کارفرما و اداره ماهیتش چی باشه، آیا در اوج کار از نظر ایمانی، از نظر عقیدتی آیا ما اجازه داریم در هر کار باشیم، اینا بحث جدا داره. ما در وقتی که مأمور بودیم، یکی از همکارای ما دیر می آمد و زود می رفت. یک وقت مدیر شعبه ازش پرسان کرد که نامش گرفت که تو چی میکنی، تو همین رقم آذری میتی؟ خب آدم واسطه‌داری بوده، البته میشناخته در مقامات بالا کسی را. خنده کرد، گفت من تو معاش میگیرم که می سر خود در دفتر پیش کنم، پس برم حلال میشه معاش. چقدر گپ خطرناک است. شما وقتی که قرارداد کارتان امضا کردین، در دفتر بود یا در یک شرکت بود با یک کارفرما بود، وقتی قرارداد کردین او بر شما گفت که از ساعت چند تا چند میشینی و این کارهایی که برات سپرده میشه این انجام میدی، در بدل از این کار تو من این معاش میتم. قبول کردین. آل شکایتان برآمده که من سرم پیش کردم و پس کردم، معاشم حلال شد. استغفر الله. شما با مو عهد کردین پایبند نبودین، با او عهدتان باید وفا میکردین. شما خیانت کردین. شما یعنی اون معاشره که شما میگیرین اون معاشتان حلال نیست، ولو اما قدر که شما برداشتتان است که اما قدر ما که پیش میام پس میرم، همین معاش اما قدر کفایت میکنه برای من بس است. این معاش شاید بسیار کم بوده باشه اوکی، اما در آغاز کار که توافق کردین، شما قبول کردین، در آغاز کار باید دیگه میزدین که نه این معاش من کم است، من نمیتونم دیگه کار کردن. جای یک نفرم شما اشغال کردین، معاشش هم میگیرین ولی کارش نمیکنین. پس اینا در اجتماع، در خانواده، وقتی که یک خانم در خانه مسئول امور منزل است، در او اهمال بکنه، با اخلاص کار نکنه، وقت نشناسه، وظیفه خودم مهم ندانه، شما از او این مادر باشه، این خواهر باشه، این خانم باشه، این چه خواهد کرد در اوجه؟ چند نفر با این کارش قانی می سازن؟ و یا پدر، شوهر میره بیرون برای کار، وظیفه که برایش سپرده شده، با مزد که میگیره میای خانه، آیا وظیفهش درست انجام داده؟ نان حلال کرده؟ پس ما در اینجا متوجه از این مطالب باید باشیم که خدای ناخواسته مورد مؤاخذه قرار نگیریم. یک چیز دیگر خواندم، یک داستان دیگر که در یکی از کشورهای اروپایی یک کسی که تنیس باز بوده، یک قهرمان تنیس، این به یک مرض بعد از اینکه قهرمان میشه و مدال میگیره، کپ میگیره، بعد از مدت این به مرض ایدز مبتلا میشه. مرض ایدز که یک مرض مثل سرطان خیلی خطرناک است. این انگیزه هایش یا اسبابش چی است این از بحث دور است، ولی به این مرض این آدم دچار میشه. بسیار مردم برش نامه ها نوشته میکنن، تسلیت میتن، اظهار همدردی میکنن، جگرخونی میکنن. در یکی از این نامه ها این خودش میگه به من یک نامه از یک دوستم آمد، در اون نوشته بود که تو چرا نمیگی که خدا تنها مرا گیر کردی؟ نعوذ بالله. چرا ما از پروردگار پرسان بکو که چرا مرا انتخاب کردی در این مرض؟ نعوذ بالله. این برای ما و شما میگم نعوذ بالله که بدر برابر الله گستاخی نکنه انسان. اونا همین گپ زدن.
طرفدارش کسی امیر برش نوشته کرد که چرا به این بیماری تو را انتخاب کرده، مرض ایدز چرا برای تو داد. این تنیس باز میگه من در جواب از این گفتم که در دنیا شاید که میلیون ها نفر باشه که تنیس بازی میکنن، تنیس باز هستن، یک سپورت از شوق از دارن، شاید میلیون ها نفر باشه و از این میلیون ها نفر یک چند میلیون مختصر از این حرفه‌ای بازی میکنن که متخصص شون اینا که در مسابقه ها برن و از این جمله شاید کسایی هم که در حدود صدها هزار باشه اینا آمادگی برای مسابقه ها میگیرن. اما وقتی مسابقه جهانی میشه شاید که از همه قدر نفر 50 نفر بیاین، میلیون ها نفر شوقی بازی را دارن و یک هزارها نفر دیگر شاید که حرفه‌ای شون، متخصص شون و در مسابقه ها شرکت بکنن و یک عده بسیار کوچکش باز از اینا نخبه های از این جمع میشن میاین در یک مسابقه جهانی شرکت کنن. ولی از اینها تنها 4 نفر، داستان ای خود همی تنیس باز نوشته میکنه، این جواب برای همین دوست خود میده که از این جمله شاید میگه 4 نفر بالاخره میرسن به او دوره آخرین. از این 4 نفر میبینیم 2 تا واقع میمانه که قهرمان شوه، یکیش باید و از این 2 نفر هر کدامش که قهرمان شوه کپه یا مدال او باید بگیره. و من میگه که وقتی که مدال به دست ما آمد از میلیون ها نفر که تماشاچی و خوشدار از این سپورت بودن بالاخره به هزارهای دیگه آرزوی به دست آوردن از این مدال داشتن، خدا این به من لایق دید. ما او وقت نگفتم که خدا چرا من افتخار دادی که من این کپا گرفتم. او وقت کسایی بودن که به من نوشته میکردن که چرا انتخاب کرد، تو از الله میپرسیدی. حالی که من به یک مصیبت دچار شدیم، به یک مرض مبتلا شدیم، حال من اعتراض کنم که چرا من؟ سبحان الله. شما از یک جوان تنیس بازی که با یک سرنوشت دچار شده چه خوب فهمیده و راضی هست در سرنوشت خودش. و ما و شمایی که همه چیز از جانب الله میدانیم، اگر خیری هست، اگر شری هست، اگر مریضی هست، اگر شفا هست، اگر مرگ هست، اگر هر چیزی که هست، باز در اعتراضا باز خود ما را دست و پای ما را یا آستینای ما را بر نزنیم دیگه. نعوذ بالله نعوذ بالله. من در فاتحه بودم که در اونجا ورثه متوفا یا بازمانده ها گریه میکردن، آواز اندازی بود. یکی از اینا بسیار به جرأت علم شده بود، درد رسیده بود، ولی میگفت که نعوذ بالله نعوذ بالله که خدا تنها ما را گیر کردی. اون روز پدر من کشتی، اون روز دیگه خالیم کشته شد، امروز برادر من کشتی. داد میزد و مثل که با الله درگیر باشه، جنگ میکرد. نعوذ بالله. با الله پناه میبریم از این رقم برخورد. مالک ما که الله هست، الله هر چیز بخوای انجام میده. خود ما باور داریم، ایمان داریم به این حرف. چطور میشه که ما باز اعتراض کنیم وقتی از پیش ما گرفت؟ یک درس از این تنیس باز که میگه وقتی که من از بین میلیون ها نفر در دست من کپ مسابقه من قهرمان شدم، مدال گرفتم، در اون روز خود من نگفتم که یا الله چرا مرا انتخاب کردی؟ حالا که من به یک مشکل روبرو هستم، این ناشکری و ناسپاسی را بکنم؟ سبحان الله. روزی که ما و شما در فراوانی ها نعمت های فراوان هست، او وقت متوجه نیستیم که شکر الله کنیم. یا رب تشکر، لایق از این قدر مهربانی و محبت تو نیستم که الله زیادتر بده. در وقت الله یاد ما میره. وقتی که الله گرفت باز داد و بیداد میکنیم، شکوه میکنیم.
عزیزای من که پدرش زنده است باید هر روز از خدا تشکری کنه که خدایا پدر بزرگ من، پدر عزیز من که دعاگوی من زنده است، الحمدلله مادرکم زنده است، که باز الله عزیز اونا را دعایشان شفاعت از اونا را محبت از اونا را شامل حال از اولادا بکنه. باز وقتی اونا رفتن هم خدا برش تسلی میته، خدا دلش صبر میته که بنده من این امانتی که پیش تو یک چند روز بود من یک میبرم پیش خودم دیگه. او وقتی اعتراض نمیکنه. در این دوره که شما عزیزا تنها گوش کردید، امیدوار هستم که در دوره بعد انشاءالله باز میان برنامه میریم، در دوره بعد صداهای گرم شما را باید بشنوم، ما شما صحبت بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سید ادریس سید امین الله هاشمی هستم از افغانستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز من، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم یک داستان را به سمع عزیزای میرسانم که حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه در جوانی کمرشان خمیده شد یا کمرشان کوپی پیدا کرد پشتشان. علتش دوستا پرسان کردن که یا شیخ شما در این سن جوانی چطور کمرتان کوب شد؟ سفیان ثوری میگن رحمت الله علیه که ما از جمله استادایم 3 نفر شاهد حالش هستم که در حالتی که وفات میکردن اینا بی ایمان رفتن. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله از سوء خاتمه. چقدر رسول الله صلی الله علیه و سلم بجا فرمودن که هشدار میدادن برای امتشان که هست کسی که روز مسلمان باشه شب کافر بمیره یا شب کافر شوه و هست کسی که شب کافر باشه و روز مسلمان شوه. سبحان الله. مغرور جانتان نباشین، مغرور عباداتتان نباشین. این هشدار میدادن. همیشه تواضع، همیشه شکستگی. الله دوست داره بنده هایشه که اونا حلیم و متواضع و شکسته باشن. کبر و غرور بر بنده هایش خدا هیچ نمیبخشه. نمیپذیره که یک بندیش سر هر چیزی که غرور کنه کبر کنه. یکی افتخار کردن است، یکی کبر و غرور است. 3 نفر از اینا، 3 استادای من میگه وقتی که وفات میکردن اینا بی ایمان رفتن. کمر ما یا ایش مثل که بگه کمر ما شکستان. این حالت را که دیدم خدایا انسان همه قدر مغرور میشه یا همه قدر بی توجه میشه که بالاخره همه قدر زحماتی که کشیده همه را به هدر میده. از این وحشت کمر من خم شد. حالا خودشان میگن که من 55 سال خدمت یکی از استادای من کردم. این خود جوانیشونی کار شده بود. حالا بعد از 55 سال این حکایه را میکنن که من در خدمت یکی از استادای 55 سال بودم و هیچ وقت من از یک بی‌ادبی، بد اخلاقی، یک کلانکاری ندیده بودم تا که این به بستر مرگ افتید. رفتم به عیادتش، بالای سرش رفتم، سلام دادم، پرسان کردم که حالت چطور است استاد؟ یک دفعه گفت که مرا به درگاه خود نمیپذیرند. حیران شدم که خدایا چه معنی داره این حرف استاد؟ مرا به درگاه خود نمیپذیرند. باز گفتم استاد حالتون خوب است؟ گفت برای من یک قرآن بیار. رفتم از تاقچه قرآنی بود، این گرفته آوردم پیش روی استادم
من نفهمیدم که استاد چرا او را خواست. گفتم البته تلاوت میخواد بکنه یا یک وصیت برای من میکنه. وقتی قرآن گرفتم آوردم پیش رویشان، دست خود سر بالای قرآن ماند و گفت که شما همگیتون گواه باشین که من از این قرآن و هر چیزی که در داخل از این است بیزار هستم. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله. این زبان لال شوه، این زبان تطله شوه که این حرف در آخر عمر این حرف برای از زبان. شیطان چطور انسان اغوا میکنه، چطور فریفته میکنه. و امیر گفت جانش برآمد، مرد. نعوذ بالله، نعوذ بالله. این حرف من باز بر اونمو برادر عزیزی که گفت که افتخارات خود از دست دادن، رفتن به طرف کجرا. هی کسایی که باقی هستیم، هوشیار کار نکنیم که همه کارهای خوب ما از بین بره. ما یک کسی در حج همراه ما بود. در حج سنشان زیاد بود، با خانمشان رفته بودن، بسیار تکلیف شد برشان. پسرای جوان نرفتن همراهشان، اونا رو دستیاری میکردن، ولی که در این فرصت اینا مریض شدن. طبعا در هوایی که غیر از هوای مملکت خودشان باشه او هوای گرم می باشه، سرد و گرم میشن، تکلیف ها این سفر داره. ولی این پیرمرد بسیار همین مثل که شوشایش التهاب کرده بود، یک سرفه بسیار خراب سرفه میکرد. ولی کار خلاص شد، حج تمام شد. حالا در اتوبوس ها هستیم، در ماشین ها هستیم، میریم طرف میدان هوایی که بیاییم طرف مملکت های خود ما. در همین را من از نزدیک از همین نشسته بودم. پیرمرد برای خانمش میگفت و یک سرفه بسیار خراب کرد و بعد از اینکه آرام شد گفت خانم اگر من میفهمیدم که این سفر اینقدر دشوار است من اصلا نمی آمدم. سبحان الله، بسیار ترسیدم خودم در اونجا. گفتم خدایا این مرد همه زحمت ها را کشید، حال که مثل که مدالش گرفته بود دستش، این چطوری حرف از زبان از این برآمد؟ چرا این حرف زد که میفهمیدم نمی آمدم اینجا؟ با وجود قبولی همه قدر زحمات مشکلات را کشید، یک بار از زبانش همین چیز برآمد. سبحان الله. و الله پناه ببریم عزیزای ما که کارهای خوب ما را آسان از دست ندیم. ما واقعیتش که شیطان هم مثل که بعض وقت از سر راه ما دور فکر میکنیم. او ظالم، او خائن، او قسم خورده که ما را از راه میکشه. در کمین ما نشسته، با کوچکترین اشتباه میگیریم. ما احتیاط کنیم. زبان ما همیشه با یاد الله تر باشه، قلب ما همیشه بتپه به خاطر الله، به خاطر محبت الله، محبت به دین، محبت به اسلام. ما قال میشه که دوباره به طرف شما عزیزا برم و بگویم که شما صدایتان رو بکشین، تلفن ها باز است، شما حرفتان رو بزنین. در اینجا ما یک بی‌توجهی را یا ای که چند رقم توجه بر شما، مثل که وزیر چند نفر موظف کرد که بره برش از باغ میوه های خوب بیاره، اونا چیکار کردن؟ حالا یک عکس العمل انسان هاست که در رابطه با یک کار چه رقم عکس العمل باید نشان بده انسان. میگن که در سر راه، در یک سر راه یک میخ، یک چیز بسیار خطرناک بگویم قسم افتیده بود که اگر کسی متوجه نشه با او تصادم کنه، افکارش کنه، مجروحش کنه. همونطور یک میخ در سر راه افتاده بود. یک نفر تیر شد از پیش همی، میخواست بگذره، همون سر راه بود، هیچ ندید که چی هست، رفت. یک کس دیگه آمد دید یک چیز خطرناک است، کسی مجروح نشه، کسی با افکار نشه، ولی کار داشت. گفت که من دوباره که از راه آمدم ایره میوردارم. نفر سیومی آمد که متوجه شد اینم یک کار دشوار، یک کار مهم داشت، میخواست که پشت دنبال کار خود را سر راهش بود. ایره که دید یک بار ترسید، هی گفت
این اگه من نگیرم مال کدام کس نمیبینه خدا نزنه دی خدا اوگار نکنه کار ما خیر کار ما باشه حالا وقتی از این کار کرده این چیز ما بسیار مهم است این کدام مجروح میشه خم میشه این از جایش میگیره میبره در یک جایی بگذاره و بعد دنبال کارش میره. حال شما این 30 شخص با 3 برخورد مختلف دیدیم شنیدیم. کی چی کار کرد؟ یک نفری که اصلا متوجه نباشه در 4 طرف چی میگذره. اینطور هم شده کس باشه که هست، متاسفانه هستیم. یک اگانه هست میگه دنیا رو آب ببرم مرغابی رو تا بند پایش هست و من غرض نیست میگه هر کس خودش میدونه و کارش به من چی. سبحان الله. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم میگفتن که اگر سر راه یک چیز مضر شما پس کنین، یک چیز که آشغال باشه که مردم با دیدنش کراهت ببینن، ضرریش نداشته باشه، نارام شوه، یک کثافت هست در روی بازار، این شما اگر پس کنین این یک صدقه هست. سبحان الله. این در حسنات شما الله نوشته میکنه، پیام ملائک نوشته میکنه که یک کار خیر انجام داد. عالی ای آدم یک چیز بسیار خطرناک دیده که آدم دیگه اگر بگذره و دی تصادم کنه مجروح میشه، افگار میشه، پای شاید بشکنه، پاره شوه. این هیچ ندیده، سیل نکده رفته. او دیگه دیده اما احساس مسئولیت نکرده، خطرش متوجه شده که یک چیز خطرناک، ولی کار دیگر هم انجام میتون، بازی رو انجام میتون. این هم در جای خودش باید مؤاخذه شود. شما یک کار را دیدین که خلاف بود، پیامبر عزیز ما میگن صلی الله علیه و سلم یک ناروایی را دیدین با دستان او را جور کنین، اصلاح کنین یا او منکر تغییر بتین. اگر نمیشد با زبانتان، اگر نمیشد حداقل در دلتون خمور بد ببینین. حالا این آقا تو تیر شد رفت و آقای دیگر بعدن میکنه این کاره، این اهمال میگن، وقت ناشناس میگن. این کار که به دیگرها ضرر میرسانده درک کرده ولی که انجام نداده. اما سومی احساس مسئولیت میکنه، مسئولیت پذیر است. نشوه که من میره اگر برای بعدن بگذارم یا امیال هیچ نبینو میرم تو از سرش تیر شوم. یک کسی اگر این خورد چی کار میشه؟ پس ای جمع میکنه خدا، احساس مسئولیت میکنه، میورداریشه، کار من میگم و بعدا انجام میتون. پس او کسی که ایره هیچ اهمیت برش قائل نشد و سومی که ادای مسئولیت کرد، شناخت، وقتم شناخت، کارم شناخت، انجام داد. بنابراین ما در کارهایی که سر و کار داریم ما حول ما، آیا شما یک همسایه دارین، همسایه محتاج، یک خیشه، یک قوم در دور دست هاست، خبرش دارین ندارین؟ بعضی کسا خود نیست، نمیبینه، مثل گود میخه ندید. یک ایده که میبینن یک خبر میگیرن، سلام علیکم، باز انشاءالله اولتانه میگیرم. یک دیگه است که باز پرسان میکنه تکلیفایش، احتیاجاتش پرسان میکنه. یک آدم اکتفا میکنه که احتیاجات پرسان که داره، برای رفع احتیاجش کوشش نمیکنه. ولی دیگه یک چهارمی هم پیدا شد که وقتی که احساس میکنه که یک کس مشکل داره، در تلاش میشه که مشکلش رفع بکنه. کدام از این به نظر شما موفق بوده؟ کدامش کار درست انجام داده؟ تنها یکی و دیگرها هم تو سر گذشتاندن، یکی اهمال کرده، یکی پسانا گذاشته و بعدها، ولی دیگه فوری دست به کار شده. خداوند عزوجل بر ما من حیث انسان خلیفه الله هست در زمین. چیزایی که خدا پسند میکنه او را باید انجام بدیم،
چیزایی رو خدا من حیث مسئولیت بر انسان ها سپرد. شما را میگه، الله میگه من شما را نگفتم که براتون برین نان پیدا کنین، من شما را گفتم مرا عبادت من بکنین. عبادت الله اونم تمام کارهای خیری که است تمامش عبادت الله هست. وقتی الله شناختیم ایمان آوردیم برش، امر و فرمایشی که برای ما کرد اونا را دانستیم، اونا را انجام دادیم. در هر کار خیری که ما دست دراز میکنیم اینا همگیش عبادت است. در حفظ او افتخارات، حالا یک فامیل را، یک عائله را پسرش شهید شده، این مادر این پدر باید همو افتخار حفظ بکنن. فرخنده شهید شد، پدر مادرش چطور هوشیار بودن، برادرش چطور احساس مسئولیت کرد، زد دان همگی را خاموش کرد، افتخار کرد که ای به خاطر اسلام قربانی شد، افتخارش حفظ کرد. پیش الله هم قدر و قیمت پیدا کرده، پیش بنده های الله هم. همون کسایی که ایمان دارن، از خدا میترسن، به اسلام افتخار میکنن، او فامیل بی فرخنده شهید یک نمونه شدن برای اجتماع ما. هر کسی که شنیده، هر مسلمانی که شنیده در حقشون دعای خیر کرده. پس ما افتخارات را که کمایی کردیم، مگر ما کردم، مگر شما کردین، هر کسی کرده، یکی از اعضای فامیل ما کرده، یکی با نثار جانش، یکی با عرق پیشانیش، یکی با زحمت دستش، یکی با زبانش، یکی با پولش، یکی با وقتش. هر کسی یک کار خیر را انجام داده، خداوند برش پاداش داده و پاداش میده. با یک داستان آخری هم ما باز میبینیم که وقتی ما آهسته آهسته به پایان است. یک سالهای بسیار پیش، حالی که الحمدلله اکثر جوانها در اکثر جایها افتخارشان هم است که مسلمان هستند. وقتهای هم گذشته در دوران کودکی ما بگوییم یا حداقل نوجوانی های ما بگوییم، پیش از اینکه در افغانستان مردم به خاطر اسلام، به خاطر جهاد فریاد کردن، آمادی قربانی شد ملت ما. پیش از این کسایی که نماز میخواندن، نماز خوان بودن ولی کوش میکردن در حضور مردم یا در کس نبینیشان. نماز نخواندن و وقت افتخار بود، نعوذ بالله. خصوصا جوان ها اینطور میشرمیدن که در یک جای نماز بخوانن و دیگر را ببینیشن. اونا تمسخر میکردن. اجتماع ما را همه جور کرده بودن. نظام های مریض، نظام هایی که احساس مسئولیت در رابطه با خدا، در رابطه با ملت خود نداشتن و در روی دشمنان اسلام به هر شکل، اگر کمونیست ها بودن، اگر غرب زده ها بودن، اگر سکولار ها بودن در اون مملکت مسکین و بیچاره ما، مملکت به عقب نگه داشته ما، مظلوم ما، در اکثر جایایی بوده، در اکثر کشورهایی بوده. یک جوانی در داستان نوشته میکنه که ما وقتی که در دانشگاه بودم یا در پوهنتون بودم، در مصر قصه میکنه، میخواستم نماز بخوانم، میگفت خدا اینجا جای برای نماز نیست، در دانشگاه، در پوهنتون جای نماز نیست. بالاخره یک کسی گفت که این هست، برین در پایان از اداره پوهنتون برش گفتن که در تاکوی اونجا یک جای برای نماز هست. رفتم پایان، سعی کردم یک اتاق بسیار محقر، بوی هست، پاک نیست، نظافت نداره، یک چیز بسیار عادی را حوار کردن مثل بوریا. و در اونجا یک کارگر هم هست، دیدم که یک کس شور میخوره اونجا نماز مثل که میخونه. دیدم یک نفر هست. وقتی که حیران شدم که در اینجا چطور نماز بخونم؟ جای نماز باید خانه الله هست که این چی از اینا چی جور کردن در اینجا؟ گفتم برآمدم بیرون، گفتم من قبول ندارم این رقم کاره. بیرون شدم، در بیرون در صحن حولی دانشگاه دست بالا کردم در گوشایم، الله اکبر الله اکبر، اذان داد.
همگی تعجب کردن چی صدا از کجا هست. بسیار کسا آمدن و یک حالت تمسخر طرف من سعی میکردن، هیچ متوجهشان نشدم. از آنم که خلاص شد در یک گوشه موجه استاده شدم، قامت گفتم خودم الله اکبر الله اکبر. چند نفرای متوجه شدن. من گفتم حالا یک دو سه نفر خواد بیای. بودن در بین کسایی که نماز خوان بودن یا مسلمان بودن، دیندار بودن، ولی محیط اجتماع را همه طور ساخته بود اون نظامهای خدا ناترس که در روزه جوان جرأت نمیکرد که پالوش به استاده شود. من موجه نماز ما خواندم، خنده کردن، رشخند کردن، گپای بسیار بیهوده هیچ گوش نکردم، حرفا رو خواندم. گپ ما آهسته آهسته به اداره رسید. در اداره سر ما داد و بیداد کرد مسئولین دانشگاه یا پوهنتون که شما چی حال انداختین؟ شما اینجا برای درس آمدین یا برای نماز خواندن آمدین؟ از برای خدا من مسلمان هستم، من باید نماز. گفتم در بیرون نماز. خب کجاست خیلی که من نماز بخونم؟ اون در پایان من نماز نمیخوانم. باید درست یک جایی برای ما بتونیم که ما نماز بخونیم. اگر من تنها هستم، اگر نمیتونم من دریم روی صحنه میخوانم. برای ما اداره دانشگاه یا اداره پوهنتون یک اتاقی را برای من نشان دادن که برادر خیلی از اینجا اینجا بخوان. اینو از خودشان ترسیدن که حالا این دیگه نماز خوان دیگه کوچه بیرون چی رقم میشه. دیگران توجه خواد کردن، خب مرا کوش کردن، ولی رفتم اونجا. هر روز نماز. آخری کسی که در پایان نماز میخواندی کارگر، ای هم آمد پالویم. همینجا نماز شروع کردیم. چند روز نگذشته بود که جوانا یکی دو سه چهار آمدن. او دانشگاه او فاکولتی یا دانشکدی که ما بودیم، دانشکدی زراعت و کشاورزی میگه بود، در روز ما وقتی که چند نفر نماز میخواندیم، دیگه مسلمان ها از دیگه دانشکده ها و فاکولته ها هم اینا هم احساساتی شدن و سر فکر آمدن که ها چی امتیاز است که در او دانشگاه در او فاکولته یا در او دانشکده بر از اونا چیز گرفتین دادین، برشان یک اتاق دادین که نماز میخوان، برای ما بدین. آهسته آهسته الحمدلله گفت در کل دانشکده ها، در کل فاکولته ها، هر مسلمانی که در اونجا بودن این برای خودشان افتخار دانستن که یک جای برای نماز پیدا شود. سبحان الله. این جوان یک کار کرد، همون استهزاء و تمسخر از اینا را به خود گرفت، ولیکن یک تهدا برای گذاشت. از این بود هر کسی که نماز میخواند الله به غیر از اینکه به اون نمازگزارها اجر میداد، یک پاداش هم برای همین جوانی که ابتدا کرده بود، آغازگر از این کار بود. تمنا میکنم که شما عزیزا هم آغازگر کارهای خیر باشین. کارهای زیاده است که شاید در اون محیط شما کس متوجه نشده، بگذارین اساسش شما بگذارین. فردا در هر کسی که در اون کار خیر اشتراک میکنه الله یک پاداش برای شما مینویسه. اما تو کار شر کسی بکنه، هر کسی که کار شر انجام بده، چون این اساس گذاشته، بر از این هم یک چیز میرسه. نعوذ بالله از شر. ما کار خیر انجام بدیم که افتخارشه خدا برای خود ما بده. افتخار کنیم در تاریخچه زندگی ما، این درج کنیم که من یک وقت اساس یک کار خیر گذاشتم، اولادم سرش افتخار کنن، خانواده‌ام سرش افتخار کنن، دوستایم سرش افتخار کنن. بالاخره این یک وثیقه باشه که فردا اگر رفتم زیر خاک برای الله بگویم یا الله من این کار خیر کردم. در روز آخرت برای من یک وثیقه نجاتم باشه. و امید همون روز امیدوار هستم که در این برنامه ها شما حضور فعال داشته باشین. من تنها نگذارین که من همه حرفا رو بزنم. تا برنامه بعدی انشاءالله روز جمعه دیگه باز ما شما ساعت 10:30 وقت مکه مکرمه و ساعت 9:30 وقت هامبورگ دوباره به هم خواهد ملاقات شدیم. تا او روز شما را به الله منان می سپارم. خداوند این امت مفتخر به این بگردانه که دوباره مشعل اسلام به دستهای این امت خدا بلند کنه. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.
أوحى به